باشیم. نوشته من 2 دقیقه بهت دفتر و مداد دادم تا مامانت هموم نقاشی کنی. تا مامانت هموم نقاشی کن. مامانت هموم نقاشی اوکی. یعنی من 2 دقیقه به دفتر رو مداد دادم تا مامانت هموم نقاشی کنی. الان من اینا رو چیکار؟ بگیر نگو بیرو. الان من اینا رو چیکار کنم؟ یا ابوالفضل ببین استرس داره ازت میچکه. من الان حالم یه جوریه. من الان همچنان امیدوارم که مامانش از حموم نیومده باشه بیرون. امیدوارم. خب عزیز من مادرش قطعا اگه میخواست خودش یه مداد و دفتر میداد به بچهش، میدونست که یه نمیداد دیگه. خب الان مامانش میاد، مامان تو یعنی مامانش میاد شما رو جر میده. خیلی دیگه شما که هیچی، هر کی که اطرافش باشه رو جه خون به پا میشه. یه بار دیگه باید بره حموم. الهی من واقعا دلم داره کباب میشه. این یه بار این وسط یه بار دیگه من ناکن. الان من اینا رو چیکار کنم؟ تون صداش داره اینجوری میله. نیتت خیر بوده، حیف که دیگه عمرت به این دنیا نبود دیگه، دورت بگردم دیگه. حیف واقعا. الان جر میخوری واقعا، به معنای واقعی جر. بریم ویدیو بعدی رو با هم ببینیم. حجم استرسی بهم وارد شد تو این ویدیو. راستی بچا یه سری از ویدیوهایی که امروز قراره بعد بریم ببینیم و خود شما برامون فرستادین. اوکی، از این به بعد یه بخشی از ویدیوها رو اختصاص میدیم به این که ویدیوهایی که شما فرستادین و میخواین مثلا بریم با هم ببینیم و شما بفرستید توی اینستاگرام و تلگرام، ولی اینستاگرام بیشتر. اونجا بفرستید یه بخش از اون ویدیوها رو از اونجا ما ببینیم. بریم ویدیو بعدی. نوشته POV موقعیت، هم گشنته، هم از PMS، هم از داداشت هم باید مراقبت کنی. دارم سر این داد میزنم، تو چه یکم بد فوش و این آره دیگه. اعصاب نداره آدم فوش میده دیگه. دورت بگردم شما به اون میگی تو چته؟ من خودم من چمه؟ من خودم پریدم. من چشه؟ من ریدم به خودم. من یادم این صدات فقط از کجا اومد؟ میشه با هم آروم باش، البته با هم بتونیم صحبت کنیم. خداییش ریدم تو خودم، یعنی از هیچ چی نمیتونم جمعش کنم اصلا. هم گشنته هم PMS. بعد برادرت هم خب داره یه خورده میره رو مخت دیگه. الان داری فوش میدی خودتو خالی کن. به کشم من میگم ساندویچ مرغ برام بخر. رفته آها از این ناراحتی که چون گشنته شما به اون دوستتون گفتین که چه وضعیتیه. خداییش خیلی خوب تحمل داری میکنی.